به نام خداوند مهربان. موضوع فعلی ماست ماهای سال. در این قسمت که میبینید دوستان عزیز، اینجا نوشته است مانت و در این قسمت نوشته است شارت فرم، یعنی شکل های کوتاش که ما میتونیم به حساب مخففات نوشته کنیم. در بعضی جایا استفاده می شود و کار گرفته میشه. اینجا هم نوشته دیز یعنی روزها و این قسمت هم نوشته از سیزن یعنی فصل. ببینید دوستای عزیز، در کلمه جنوری که است January میشه جنوری. باز در شارت فرمش میتونیم نوشته کنیم JAN. و در قسمت روزها جنوری چند روز میتونه باشه؟ جنوری 31 روز می باشه. و بعدش هم است فبروری FEBRUARY فبروری. در قسمت مخففاتش هم میتونیم یا شارت فرمش میتونیم نوشته کنیم FEB فب. بچه ببینید اینجا یک فرق بسیار کلان است در بین روزهای دیگه ماها و روزهای ماه چه؟ فبروری. ببینید دیگه ما 31 روز 31 روز به همین شکل است، اما چرا اینجا اگر دقیق متوجه شوید گرفته شده 28 days یا 29 days، 28 روز یا 29 روز؟ به خاطر چه گرفته شده بچه ها؟ در این قسمت میتونیم بگویم بچه ها که در هر 4 سال چی میشه؟ یک بار همین ماه فبروری به جای 28 روز 29 روز میاد که به نام لیپ ایر گفته میشه. فهمیدی؟ مثلا در 2016 فکر کنید که 28 روز آمده، در 2020 اینمی روزش 29 روز میاد به جای 28 روز ماه فبروری 29 روز میاد و ایره به نام لیپ ایرز میگن. اگر ما درباره لیپ ایرز صحبت کنیم، این یک موضوع جداگانه است که درباره‌اش صحبت شود، اما ضرور نمیدونم که درباره از صحبت شود دفعتاً. برای فعلا همین قدر بدانید که به خاطر از این 28 روز 29 روز گرفته که در هر یک 4 سال چی میشه؟ به جای 28 روز ماه فبروری 29 روز میاد. به همون خاطر 28 یا 29 نوشته کردین در این قسمت. میریم سر ماه مارچ نمبر 3 MARCH مارچ و در شکل شارت فرمش هم چه نوشته شده یا مخففش نوشته شده AMAR. و همچنان در قسمت روزهاش 31 روز است. 31 روز است که دیگه باشه. میخواستم درباره سیزن‌هایش هم گپ بزنم، سیزنش بعداً براتون میگم. خب میم سر ماه اپریل نمبر 4 APRIL اپریل. در مخففش چی میشه؟ در مخففش گرفته میشه APR. بچه این مخفف ها ما نمیتونه که به طور کلی تنها مثلا از این مخفف استفاده میشه. شاید بعد جای از مخففات دیگر هم از 2 کلمه یا 4 کلمه یا کمی بیش استفاده شه، اما اینی هم یک طریقه از مخففات است که مثلا اینجا یا شارت بنام شارت فرم یا شکل مختصرش گرفته شده که برای شما تشریح میکنم یا بخوانش میگیرم. میم در ماه 5 MAY میشه می. این مخففش در جمع می میشه، می 3 حرف گرفته است و چند روز است؟ ایم 31 روز است. میم در ماه 6 ماه جون JUNE جون. اون در مخففش اینجا ببینه JUN گرفته شده و 30 روز می باشه. میم در ماه 7 به نام چی است؟ ماه 7 به نام چی است؟ جولای JULY جولای. اون مخففش هم 3 حرف گرفته شده JUL. آگست AUGUST آگست. و چی شده؟ مخففش هم AUG گرفته شده است
و همچنانی چند روز می باشه؟ 31 روز می باشه. بچه پیش دی که با خوانش دیگر ما بریم، ببینید در قسمت سیزن، ببینید بچه در قسمت سیزن از جنوری اینی 2 ماه، از این قسمت تا این قسمت جنوری و فبروری شامل کدام فصل میشه؟ شامل فصل زمستان میشه یا وینتر. و از مارچ تا می شامل کدام فصل میشه؟ اینجا گرفتیم اسپرینگ یعنی بهار. باز از جون تا آگست شامل کدام فصل میشه؟ شامل سمر یا تابستان میشه. بریم به صفحه بعدی. بچه ماه نمبر 9 رو ببینید. سپتامبر SEPTEMBER سپتامبر. مخففش یا شکل کوتاهش چه قسم میگیریم؟ به نام SEP. چند روز است؟ 30 روز است. و ماه دومش هم است اکتبر OCTOBER اکتبر. مخففش هم میشه OCT و چند روز می باشه؟ 31 روز می باشه. 11 ماه 11 به نام نوامبر است. NOVEMBER نوامبر. NOV شکل چیش است؟ خلاصه یا کوتاهش است و 30 روز است. و بیاین در ماه 12 هم بیاییم. دسامبر DECEMBER دسامبر. مخففش چی میشه یا شکل کوتاهش؟ DEC. دارای چند روز می باشه؟ 31 روز. و اینا رو ببینید بچه از ماه سپتامبر تا ماه نوامبر. چی هسته؟ شامل کدام فصل میشه؟ آتم، خزان میشه. ببینید بچه در تلفظ آتم دقت کنید. این کلمه این که است، حرف این که است، ببخشین حرف این که است چی است؟ سایلنت یا بی صدا است. آتم این تلفظ نمیشه. خب باز دسامبر که است، دسامبر که است شامل فصل زمستان میشه. وینتر یا زمستان.